بعد وارد نمودن تغییر لوحه‌ها با ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند رفتن نابالغان به مرکزهای دلخوشی و کامپیوتری منع کرده شد، ولی تا به حال از بی‌مسئولیتی و بی‌نظارتی والدین مشاهده می شود که ایده از کودکان و نوجوانان تا نیمه شب در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه وقتی قیمت خود را در مرکزهای دلخوشی و دیگر کارهای غیر اخلاقی صرف می‌کنند. گزارش نورعلی صفام‌الدین ادامه بخش این موضوع است. مسئولیت به هر گونه بازی فیلم‌های دارای خصوصیت زورآوری از معیارهای اخلاقی بیرون متاسفانه امروز مایه شوق و رغبت برای بعضی از نابالغان و جوانان گردیده است. با گفته مسئولان ساختارهای دخلدار، محض چنین بازی‌ها بر روح و روان انسان مخصوصا نابالغان که هنوز انکشاف نیافته‌اند تاثیر منفی رسانیده، عاقبت آنها را به صادر نمودن هر گونه عمل‌ها بر ضد جمعیت وادار می‌سازند. ضمن سنجش کارمندان وزارت کارهای داخلی معلوم گردید که در کوچه حسن‌آباد شهر دوشنبه در یک مرکز دلخوشی و کامپیوتری 12 نفر نابالغ با بازی‌های دارای زورآوری، قتل و کشتار مشغول بودند. نسبتشان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. سن و سال نابالغان از 10 ساله تا 16 ساله را در بر می‌گیرد. طور مسئولین ابراز داشتند یکی از سبب‌هایی که نابالغان دست به حقوق ویرانکنی و دیگر کارهای نامطلوب می‌زنند این پیش از همه در عائله‌های ناسالم تربیت گرفتن آنها و بی‌طرفی جامعه میباشد. خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی پیوسته شوراهای پیشگیری کننده را در بین نابالغان و جوانان دایر می‌نماید. چنین یک مشترک امروز در کوچه حسن‌آباد ما دایر نمودیم که شماره زیادی نورسان و جوانان در این اینترنت کافه حضور دارند. باید نورسان ما از اینترنت با مقصد فایده‌ناک استفاده برند، نه و بازی‌هایی که خصوصیت زورآوری داشته مشغول شوند. اهل جامعه در تربیت نسل نوروز باید بی‌طرف نباشند. از قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند 9 سال سپری شده باشد هم تا حال پدر و مادرانی هستند که از طلبات این قانون بخبرند و عهده‌داری‌های خود را در تعلیم و تربیت فرزند نمی‌دانند. من ساکن همین شهر نمیدونم کار داده بودم، این مکتب ده بود، بعد مکتب اومده اینجا درآمده. ما هم روز درست در کار ما یک جمع می‌دونیم چی شده، مثلا آچش نگاه نکرده بازی کامپیوتری در نظارت می‌گیریم که نبیایم طرفو در نظارت می‌گیریم آینده. بعد وارد گردن تغییر ایلوه‌ها با قانون نامبرده 17 می سال روان از ساعت 18 رفتن فرزندان به مرکزهای دلخوشی و کامپیوتری منع کرده شده است، اما تا حال پدر و مادرانی هستند که فرزندان را به نظارت می‌گذارند. در نتیجه فرزندان دست به کردارهای نامطلوب و حقوق ویرانکنی می‌زنند. در 12 ماه سال روان در مقیاس جمهوری از طرف نابالغان 873 جنایت صادر گردیده است که نسبت به سال 2018 907 34 حالت 3.8% کمشوی به قید گرفته شده است. همچنین در این دوره 5282 مراتبه ریت‌ها گذرانده شده، زیاده از 14000 حقوق ویرانکنی از جمله آواره‌گردی، طلبندگی، کشیدن بار در بازارها، اسپندودکنی به قید گرفته شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند میان نابالغانی که در پایتخت به آواره‌گردی مشغولند و از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی بازداشت شدند نفرانی هستند که از دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت میباشند. بی‌پروایی یا بی‌مسئولیتی پدر و مادران است که ایده از نابالغان و جوانان از منزل زیستشان بیرون شده هفته‌ها در مرکز جمهوری دست به عمل‌های نامطلوب می‌زنند و کسی به سراغشان نمی‌آید. نورعلی صفام‌الدین، مهروز جمعه، اخبار.